درود بر دلهای قرآنی. یک گروه 8 حرفی داریم که این 8 حرف از حروف قلدر و درشت و پهلوانان قرآن گفته میشن که اگر اینا رو بخوای نازک بگی، رقیق گفته بشه، اینا اصلا کاربردی تو قرآن نداره. باید حتما پرحجم و درشت و دهان عمودی باز میشه، افقی دیگه باز نمیشه. زبان به طرف سمت سقف دهان میره. یعنی کلن لحن عرب با این 8 حرف کامل میشه. پس بیام یاد بگیریم که این 8 حرف رو چطوری ادا کنیم. 8 حرف وقتی همراه با فتحه و الف مدی بیان، اون درشتی خودشونو همراه دارن که باید درشت و پرحجم خونده بشن. مثل صاد، زاد، تا، زا، غین، قاف، خا، را. اینا همراه با الف مدی بودن. با فتحه هم که باشن، صدای کوتاه هم، بازم درشتیشون رو باید حفظ کنیم. و این قاعده ای هست که این 8 حرف از 28 حرف حروف الفبای عربی داره و باقی مانده 20 حرف هست. هر چقدر ما اینا رو درشت و پرحجم میخونیم، باز اون 20 حرف رو باید کم حجم به اندازه قاعده خودش تلفظ کنیم. دهانم افقی باز میشه، در درشتا عمودی باز میشه، در این کم حجما 20 حرف باقی افقی باز میشه. و این یکی از نکته های طلایی 8 حرف قلدر قرآن بود که انشالله همیشه توانا و نیرومند باشید. برکات الهی شامل حال حامیان ره رستگاری.